گذشتی دردناک و اسفبار خانم بلندآوازه شعر فارسی سیمین بهبهانی را به تمام علاقمندان غزل ناب فارسی تسلیت عرض میگویم و برای خود البته جای افتخار میدونم که با خانم سیمین صحبت طولانی داشتم. با خانم سیمین چندین مرتبه توسط تلفن صحبت داشتم و همچنین بین ما نامه‌نگاری هم صورت گرفته. نامه‌های سیمین در دست من است و کلیه تقریبا آثار ایجادکرده سیمین بهبهانی در دست من هست. خوشبختانه با خط تأییدی و تأکیدی خود خانم سیمین که حقوق چاپ این همه آثار رو در تاجیکستان من دارم. خدمات بزرگ خانم سیمین در غزل فارسی از طرف پژوهشگران بزرگ شعر معاصر، از طرف دانشمندان، شاعران توانا بهای خود را گرفته است. نقش بزرگ سیمین نقش روشن است که از چشم هیچ کس دور نمانده است. سیمین با غزل خود پیکره عظیم خود را، پیکره مجسمه عظیم خود را در تاریخ ادبیات، در ذهن ادبیات، در ذهن شعر فارسی تراشیده است و حتی فکر میکنم که احتیاج به لوح مزار ندارد، چون همه کار را برای خود، برای جاودانگی خود سیمین با غزل خود کرده است. خوشبختانه با کسب اجازه از خود سیمین ما توانستیم که 9 کتاب شعر خانم سیمین را در یک مجلد زیر عنوان یک دامن گل سال 2008 از طریق نشریات عرفان به چاپ رسانیم که دسترسی کامل به خواننده تاجیک پیدا کند. هرچند که سالهای زیادی با صدای احمد ظاهر و با نشر پاره‌های پراکنده غزلیاتش توسط مطبوعات نام سیمین برای اهل ادب تاجیکستان شناس بود. سیمین رو میشناختند و همچون استاد غزل میدونستند، اما تازه‌کاری‌های او را جز کسانی که با خط فارسی آشنا بودند عموم مردم تاجیکستان شاید در دسترس خود نداشت. مثلا خدمت سیمین در ایجاد بیش از 60 نوع وزن تازه در غزل فارسی که سابقه نداشت، این خدمت بزرگ است.